Xudodan xayr bersin, hammamiz duo qilamiz. Hamisha har ro'zaga shunday ko'mak qiladi mardimga. Koshki boshqa boylar ham shunday mardimga himmat qilsa, bardi ko'mak qilsa. مجتمع شرکت‌های تجارتی ارمان گروپ در ولایت فاریاب برای 3000 خانواده نیازمند مواد خوراکی توزیع کرد. این کمک‌ها شامل آرد، برنج، روغن و مکرونی است که امروز سه‌شنبه 5 مهر به مستحقین سپرده شد. در میان دریافت کنندگان، معلولین، بی‌وزنان و خانواده‌های کم درآمد شامل‌اند. شماری از دریافت کنندگان کمک ها این اقدام را در شرایط دشوار اقتصادی یک همکاری ارزشمند می دانند. ما عبدالله خاک عبدالله است. از خاطر این همه مواد آمدیم و این کمک ها این همه قدر داشتیم که همه چو خود بازره حال فصلش یک 5 روز دنیا میشه. شرم قارغلام رسید. خیر کرسن وکیل صاحب حشمت الله آرمان گروپ طرفدن کمک بده که 20 نفرگان خداوند خیر برسه هممز دعا قilamiz همیشه هر روزga shunday ko'mak qiladi mardimga koshki boshqa boylar ham shunday mardimga himmat qilsa bardi ko'mak qilsa hammasi maymanani mushkili g'ariblarning mushkili ham hal bo'lsa ما خالانم کمک قراری که ما بشنویم از طریق حشمت آرمان این کمک برای 3000 فامیل بی‌وزات تهیه شده که اینا مردم حضور دارن بسیار کمک کلان است برای مردم. این همه دمای شریف رمضان که همه افطار میکنن هم اگه دعا میکنن داخل ارمان سر آجولان پارو این تو آدم های هست که همیشه افطاری را نداشتن خداوند زیادتر بتدهی آرمان سر واقعا هر سال مردم خدمت میکنن کمک هایشان هر سال بلایوت است هر سال کمک میکنن خیر الله تمام مسلمان نظر الله دو ماه شرف رمضان همه شکر محمد رهین نماینده مجتمع شرکت‌های ارمان گروپ با اشاره به کمک‌های غذایی این مجتمع برای نیازمندان می‌گوید توزیع زکات همه ساله از سوی ارمان گروپ انجام می‌شود و امسال نیز برای 3000 خانواده بسته‌های خوراکی در نظر گرفته شده و پس از سروی از نواحی مختلف شهر برای هر خانواده 4 قلم مواد غذایی توزیع شد. به خاطر تزکیه مال اقدامی را که همه ساله از طرف مجتمع شرکت‌های آرمان گروپ که همان توزیع زکات هست انجام داده و امسال نیز مجتمع شرکت‌های آرمان گروپ به تعداد 3000 فامیل را مواد خوراک از قبیل یک بوجی برنج، یک بوجی آرد، یک بشکه روغن و یک بسته ماکارونی می باشد که برای فقرا و مساکین این ولایت در نظر گرفته شده است. حاجی امام نظر جاوید به نمایندگی از مردم این برنامه را یک اقدام نیک خوانده و از سایر تاجران خواستار همکاری با نیازمندان شد. دستگیری از بینوایان مرهمی است بر زخم‌های جامعه و نشانه از زنده بودن وجدان انسانی. در اینجا لازم می‌دانم از شرکت‌های محترم آرمان گروپ صمیمانه سپاسگزاری نمایم که همواره در حساس‌ترین شرایط پیشگام خدمت به هموطنان و نیازمندان بوده. در این اقدام نیک شادی را بر چهره‌های خانواده‌های مستمندان نشاندند. این کار نیکشان نمونه روشن مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد انسانی است. بدون شک پاداش آن نزد خداوند محفوظ خواهد بود. در کنار سپاسگزاری از اقدام ارزشمند از سایر تاجران و سرمایه‌داران، مؤسسات و افراد خیراندیش صمیمانه تقاضا می‌نمایم که در این ماه مبارک رمضان از نیازمندان دستگیری نمایند و در حد توان خویش در کنار مردم فقیر و آسیب پذیر بیستند. از سوی هم معاون مقام ولایت و عالمان دین در فاریاب کمک و همکاری به فقرا را از مسئولیت‌های مهم دینی تاجران و سرمایه‌داران عنوان کرده از اقدام به موقع ارمان گروپ در ماه مبارک رمضان استقبال نمودند. خوشحال ساختن یک مسلمان خصوصا در ایام خجسته روزه مبارک یک کار بزرگ و ثواب است، اما خوشا به حال اون کسی که هزاران خانواده و هزاران نفوس را خوشحال می سازد. فلهذا ما الحمدلله ملت افغانستان همه باید دست به یک دست داده
غنی‌ها دستشان را به فقرا داده، فقرا به دامن غنی‌هایشان مستقل پابرجا هستیم، نیاز به هیچ بیرونی نداریم. حکمت اساسی فرضیت زکات هم همین است. بین غنی و فقیر بسیار فاصله بلند است، بین ثروتمند و محتاج بسیار فاصله بلند است. پروردگار عالم به توسط این زکات، ادای زکات در بین دو گروه که فاصله بون بعید داشت، در بین هر دو وصل کرد، یا هر دو را یک جا یا هر دو را به یک دیگر وصل کرد. فلهذا حکمت اساسی زکات هم همین می باشد. ولی متاسفانه بعضی تاجرها از این نعمت محروم بودند. حتی زکات چندین سال شاید به ذمه‌شان باقی باشد، ولی هستند ثروتمندهایی که به اندازه توانشان با رفع نیاز نیازمندها همواره با حوزه‌های دینی و مذهبی خیش نیز همکار و همنوا هستند. این کمک ها در حالی صورت می گیرد که بسیاری از خانواده ها در ماه مبارک رمضان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و چشم به راه همکاری و حمایت بیشتر تاجران و سرمایه‌داران کشور اند. فقر و حاجت و مسکینیت را از افغانستان برداره.